این نمونه یک ماشین ارجت هستش که با سرعت 1000 پیک در دقیقه میتونه کود و ازلای تارها رد کنه که هم میتونن به صورت ژاکارد ازش استفاده کنن، هم به صورت تیپر یا همون ازدابی برای کنترلشون هاش استفاده کنن. داره سیستم مکش کودها، شونه هایی که میتونه شانه ضربه زدنش و جابجا کننده تارها. این قسمت همونطور که میبینید سنسورهای ماشین قرار داره که هر کدوم از تارها پارشه یک میله ها میفتن پایین و با سطح بدنه تماس حاصل میکنن و ماشین اتوماتیک متوقف میشه. و قسمت خب طبیعتا مکانیکی و پارت هایی که ساید فریم و هاوزینگ های ماشین رو هم میتونید ببینید. این ماشین ارجت هستش که داره با تمام سرعت 1000 پیک رو رد میکنه از توی کود. سرعت پاپندگی این ماشین بسیار بالاست. توی دیرینجر پارچه ها داره ازش عبور میکنه و اصلا قابل تصدیق میشه. حالا مردونه من نمیشه سرعت اینا به واقع نشون بده که در حقیقاتی تعداد بسیار زیادی کود داره رد میشه. تنشنره که میشه که با چه نیروی داره این فشار رو ایجاد میکنه و کالکتورهای این